ما جوان‌ها که به خصوص مثلا این بحث بحران هویت نمیدونم این داستانا اصلا دخلی با شما نداره، هیچ نگرانش نیستید. من بحث فرهنگ سازی، عوامل فرهنگ سازی، تحول فرهنگی، توسعه فرهنگی، توسعه پایدار فرهنگی، به نظرم اگر در باب هویت درست فکر بکنیم دچار یک بحران هستیم. تا این وسط ما موندیم که چی هستیم. یعنی من اسمم ناصره، فامیلم باقرزاده است، اهل مشهدم، متولد مثلا اینجا هستم، ولی نشانه هایی که از خودم بروز میدم یک نمادهایی رو داره نشون میده که یک دروغ بزرگ. در واقع بحران هویت ما اینجاها داره خودش رو نشون میده. نمیدونی متعلق به چه زمانه و متعلق به چه محیطی هست و آبشخورمون کدوم فرهنگه، ارزش‌هامون چی هست، رفتارهامون رو با چی تنظیم کنیم، این فیلترها چیا هستن که قرار فعالیت‌های ما رو به رفتار تبدیل بکنه. این فیلترها رو گم کردیم یا قاطی کردیم، بعضی از اینه که اینا به هم ریختن و از اون طرف نمادهایی که دور و برمون میبینیم و نمادهایی که خودمون تولید میکنیم طبیعتاً دچار این سردرگمی. بارسترینش معماری. نگاه کنیم به معماریمون، ببینیم معماری ما چی داره میگه از ما. تاریخمون رو داره بیان میکنه، فرهنگمون رو داره بیان میکنه، شرط محیطی امروزمون رو داره بیان میکنه، شهرمون رو داره بیان میکنه، جامعهمون رو داره بیان میکنه، امکانات، توانمندی‌ها و تکنولوژیمون رو داره بیان میکنه. در واقع معماریمون هم به شدت دچار این سردرگمی است و نمیدونه سرچشمه‌هاش چی هستن، از کجا خط بگیره و به چه سمتی بره. و اینجا زمان مهم، یعنی بجنبیم درست در زمانی که هر روز این زمانه بسیار تعیین کننده. به نام خداوند جان و خرد. مهندس ناصر باقرزاده دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در دبستان دیانت و دبیرستان علوی مشهد به پایان رساند. سپس راهی آمریکا شد و تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه اوکلاهوما آغاز نمود. در دانشکده معماری جزو دانشجویان ممتاز بود. در سال 1364 پس از کسب فوق لیسانس معماری به ایران بازگشت. در سال 1369 مهندسین مشاور رهداد را بنیان گذاشت و با تأسیس دانشکده معماری واحد مشهد به تدریس نیز پرداخت. او دارای ذهنی خلاق بود و نگاهش به موضوعات عمیق، جامع و دقیق بود. کوتاه سخن آنکه در زمانی که به یک پختگی و جمع‌بندی در معماری رسیده بود، زبان گویایش به خاموشی گرایی و به وادی عاشقان پیوند. باش. بعد وسط هر پارت اگر یه چند
خیلی جالبتر این که خونه ما برای خانواده درجه دوممون حتی تبدیل به یک پایگاهی شده بود که زمانی که توی پاندمی مریض می شدن این افراد به خونه ما منتقل می شدن و با نهایت من فکر میکنم که یه تداخل صدا من و شما احتمالا خواهیم داشت با هم دیگه. سلام، من فرزاد باقرزاده هستم. سلام، منم فرهاد هستم. امشب در خدمتتون هستیم بابت بررسی دیدگاه‌های پدرمون مهندس ناصر باقرزاده تو حوزه طراحی آپارتمان مسکونی. قبل از اینکه به مبحث ورود کنیم جا داره من از دوست خوبمون نوید عزیز تشکر کنم بابت این فرصتی که در اختیار ما قرار داد که خدمت شما بزرگواران باشیم و بابت اینکه این موضوع باعث شد ما توی 2-3 هفته گذشته حسابی اون دست‌نوشته ها و تصاویر و صوت ها و فیلم هایی که تقریبا نزدیک به 2 دهه قبل از بابا مونده بود رو مرور کنیم. این موضوع به شخصه واسه من، فرهاد و برادر دیگمون فرشاد هم از باب در واقع معماری خیلی آموزنده بود، هم تا همینجاش کلی کیف کردیم. یه تشکر دیگه کنم از دوستان و اساتید در واقع دوستان و همکاران پدر و اساتید خودمون که انصافاً تو این 2-3 هفته خیلی مزاحمشون شدیم و یک موضوعی هم اول صحبتمون بگم که در واقع همه این صحبتی که ما داریم میکنیم روایت شخصی ما از دیدگاه مهندس باقرزاده هست و احتمالاً همه این صحبت‌ها اولا شخصی هستش، یعنی ممکنه که با اصل موضوع بالاخره تفاوتایی داشته باشه. دوم این که قطعاً این همه اون دیدگاه در واقع نخواهد. یه نکته تکمیلی هم من بگم تو همین گپ و گفتایی که میزدیم. خب من و فرزاد دوقلو هستیم، حالا احتمالاً بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، ولی من پدرم و برادرشون که ابتدای صحبت در واقع با صدای گرمشون شروع شد این ویدیو، با فاصله زمانی خیلی کم در واقع بودن و مثل ما تحصیلشون رو هر دوتا در امریکا بودن و بعد هر دو بزرگوار مشاور رهداد رو داشتن. تو این دوره‌ای که ما در واقع این موضوع رو مرور می‌کردیم واقعا ما به جایگاه عمو توی این مسیر حرفه‌ای بابا پی بردیم و من اینجا میخوام ازشون تشکر کنم به واسطه این همراهی که بابا رو کردن و واقعا ممنونم از لطف و محبتتون تو این دوران. ما یه نگرانی داشتیم که حالا من و فرزاد که تازه برادرای بزرگتر بودیم، 18 سالمون بود که پدر از بین ما رفتن، یه نگرانی داشتیم تو این جلسات قبل از این همایش که خب ما خیلی توی فضای دانشگاه و فضای حرفه‌ای بابا رو تجربه نکرده بودیم. دوستان همه میگفتن بالاتفاق که مهندس باقرزاده زندگیش با فکرش با معماریش خیلی فاصله‌ای نداشت، بنابراین شما اگه میخواین معماریشو بگین فکرشو بگین و اگه میخواین فکرشو بگین زندگیشو بگین. زندگیش هم که همین خاطراتیه که دوره هم بودید. بنابراین ما پرزنتمون شامل یک کمی مبانی نظری و یک کمی مصادیقی که اون مبانی نظری احتمالاً پشتیبانی داره میکنه، ولی لابلاش احتمالاً یه مقداری از فضای شخصی و زندگیمون هم خواهیم گفت که در واقع بتونیم یک کمی ملموس‌تر راجع به موضوعات صحبت بکنیم. اگه بخوایم ورود کنیم به بحث، هر مخاطبی که با پروژه ما روبرو میشه احتمالاً با شکل و ریخت و فرم پروژه در ابتدا مواجه میشه و کمتر به اون چیزی که در پس این موضوع هست، اون مفاهیم و مبانی و الگوهایی که داره روبرو میشه. آقای مهندس فرمودن من 5% انرژی میذارم و 95% سعی میکنم اینا رو تا پنهان بکنم. این موضوع کاملا درست است و ما اگه بخوایم نگاه بابا رو به طراحی
خونه مسکونی پیدا بکنیم و بررسی بکنیم، احتمالاً باید از لایه شکل پس برگردیم عقب‌تر و بیایم ببینیم اون چیزی که در پس شکل بوده چی بوده که داشته اینو سازماندهی می‌کرده. توی ویدیو آقای مهندس اعرابی اشاره کردن از همکارهای مهندسی مشاور رهداد. توی فرآیند طراحی تو مشاور پدر خیلی تاکید داشتن روی بحث مبانی نظری و اگه فکر میکردن پروژه تو لایه مبانی نظری حل میشه، احتمالاً دیگه خیلی دغدغه‌شون نبوده که تو لایه شکل چه اتفاقی بناس بیفته. خود اون مبانی نظری بعداً به پروژه جهت میداده و دست همکارا رو تو اون لایه معمولاً باز میذاشتن. حالا این موضوعی که فرهاد اشاره میکنه در واقع تاکید پدر روی مبانی نظری یا به عبارتی در پس اون شکل یک محتوایی نهفته است، خب شاید خیلی مختص صرفاً مهندس باقرزاده نباشه. یعنی خیلی از معمارها و هنرمندای دیگه در واقع مبتنی بر یک مبانی نظری یا یک مبانی و مفاهیم پشتیبانی طراحی میکنن. در واقع شاید سوال اصلی که الان ما اینجا داشته باشیم که بتونیم به اون بعد، حالا همونطور که فرهاد گفت ابتدا بعد شخصیتیشون و بعد شخصیت پروژه هاشون پی ببریم، اینه که اون مبانی و مفاهیم پشتیبان در واقع فکر کردنشون و خط کشیدنشون چه موضوعاتی بوده. خب ما توی بررسی هایی که کردیم به این جمع‌بندی رسیدیم که احتمالاً اون چیزی که در پس این ریخت و شکل و ظاهر پروژه های بابا هست و اونا رو داشته سازماندهی می‌کرده، توجه ویژه بابا به انسان به عنوان یک موجود اجتماعی بوده. یک موجود اجتماعی با تمام جنبه‌های یک انسان، با همه ویژگی‌هاش، یک موجود اجتماعی که در رابطه با بقیه انسان‌ها به تعامل می‌پردازه. و خب طبیعتاً اینجا خانواده نقش اساسی پیدا میکنه. خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی. فرهاد به موضوع در واقع انسان و جایگاه انسان توی دیدگاه بابا اشاره کرد به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود اهل تعامل با هم نوع خودش. این مبحث هم اگر دقت کرده باشیم خب شاید در واقع خیلی از معمارهای دیگه هم به این موضوع و به جایگاه انسان توجه کرده باشند، ولی ما فکر میکنیم شاید اون ویژگی بارز یا حتی بتونیم بگیم متمایز نگاه بابا به مقوله انسان این بوده که به شدت معتقد بودن اگر این تعامل به اون حدی برسه که افراد بتونن از منافع شخصی خودشون در واقع عبور کنن، میتونن احتمالاً به یک منافع جمعی جدید و افزوده برسن و روی هر سه این لغات در واقع تأکید داشتن که هم این منافعی بوده که تا قبل از این وجود نداشته، هم در گروه در واقع ماندگاری جمع هست و هم افزوده نسبت به در واقع قبل. این موضوعی که داریم بهش اشاره میکنیم ما سعی خواهیم کرد توی پروژه هاشون حالا فارغ از اسکیل، مقیاس و موضوع طراحی، یعنی چه یک اتاق خوابی باشه که برای من و فرهاد و فرشاد دارن طراحی میکنن، چه یک باغ چند هکتاری، سعی کنیم که این موضوع رو توش بهش بپردازیم و یک کمی ببینیم که چجوری از دیدگاه بابا میتونسته جمع 1+1 یک جاهایی از 2 بیشتر باشه. خب فرزاد راجع به جایگاه انسان و اون موضوع تعاملات اجتماعی و اینکه تعاملات اجتماعی تو نگاه بابا باید چه ویژگی داشته باشه که دارای ارزش باشه، یعنی 1+1 احتمالاً 2 نشه، بیشتر از 2 بشه، صحبت کرد که بعداً تو مصادیق بهش میپردازیم. منم یک کمی راجع به خانواده صحبت کنم. گفتیم خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی هستش. خانواده اون جاییه که فرزندان وقتی به دنیا میان اولین تعاملات اجتماعیشون رو اونجا دارن تجربه میکنن. رفته رفته دارن آماده ورود به یک جامعه بزرگتر میشن. بابا مثل خیلی از جامعه شناسا معتقد بودن که بیشتر از این که والدین بتونن با تربیت مستقیم روی فرزندانشون تأثیر داشته باشن، احتمالاً با تربیت غیر مستقیم میتونن روی فرزندانشون تاثیرگذاری بکنن. این داستان چطوری میتونه اتفاق بیفته؟ احتمالاً از طریق محیط. یعنی
فرضشون این بود که اگر ما بتونیم محیط رو تنظیم بکنیم احتمالاً میتونیم فرزندان درستی داشته باشیم. محیط یعنی چی؟ محیط یعنی خونه، یعنی خانواده. این دوتا کلمه اگه درست تعبیر بشه، درست تعریف بشه و درست توی پروژه جای گذاری بشه، احتمالاً میتونیم به جنبندی خوبی برسیم. وقتی ما داریم برای محیط ارزش قائل میشیم، یعنی داریم برای رفتار ارزش قائل میشیم. و وقتی داریم برای رفتار ارزش قائل میشیم، یعنی داریم برای نظام ارزشی بالادست اون رفتار ارزش قائل میشیم. و بنابراین محیط ما، یعنی اون مصداقی که بعداً ما داریم تعریف میکنیم، حتما اون مبانی نظری ما رو احتمالاً داره پشتیبانی میکنه. هرچی هم که سرعت زندگی و سرعت تغییرات و تحولات اجتماعی داره میره بالاتر، این محیط باید از غنای بیشتری برخوردار باشه، چون اتفاقا فرصت خیلی 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 کمتری داره تا بتونه اون رسالت خودشو، یعنی تربیت فرزندان، اون فرصتی که داره کمتره که بتونه انجام بده. من تقریبا یه دونه کلا خاطره حرفه‌ای با بابا داشتم، راجع به کلاس‌های درسشون رو تراس نشسته بودن، بعد گفتن بیاین بشینین یه چیز جالب براتون تعریف کنم. کلاس‌های مبانی نظرشون رو امتحان گرفته بودن و یه جمله سوال داشت، این که حالا معمار این وسط میخواد چیکار کنه. ما گفتیم خانواده چیه، محیط چیه، خونه چیه، خانواده چیه. حالا معمار به عنوان یه هنرمند این وسط چیکار است؟ معمار به عنوان یه هنرمند اینجا میخواد چیکار بکنه؟ چه نقشی میتونه داشته باشه؟ یه جمله داشتن، میگفتن هنرمند از درون بر دیواره ظرف فرهنگی جامعه میکوبد. این دوتا کلید واژه داره این جمله. یکی این که هنرمند از درون بر دیواره ظرف فرهنگی میکوبد، یعنی نشانه به بستر داره، یعنی هنرمند باید پیوسته متصل به بستر فرهنگی باشه. فرهنگ یکی از اساسی ترین موضوعاتیه که داره بستر جامعه رو هدف میگیره دیگه. یکی دیگه این که پیوسته داره سعی میکنه که این ظرف فرهنگی رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کنه، یعنی همیشه داره به توسعه فکر میکنه، یعنی همیشه به معاصر سازی داره فکر میکنه. پس ما یکی این که همیشه باید به زمینه و بسترمون فکر کنیم، یکی این که همیشه به زمانمون باید فکر کنیم. خب حالا یه خورده از جایگاه انسان خدمتتون گفتیم، یه کمی از جایگاه فرهنگ و زمینه و زمانه. سوالمون اینه که اگر آخرش الان بیایم ببینیم جنبندی این حرفا از نظر مهندس باقرزاده، خونه واحد مسکونی باید چه ویژگی هایی داشته باشه، یا یک معماری که میخوایم آخرش تحویل مردم بدیم باید چه پارامترهایی توش رعایت شده باشه؟ شاید خیلی با توجه به این صحبتایی کردیم جوابش سخت نباشه و از دیدگاه ایشون احتمالاً ما دنبال یک خانه ایرانی معاصر هستیم. این چیدمان واژگانی که اینجا نوشتیم هر کدومش داره دوباره اشاره میکنه به یک بخشی از اون صحبتایی که تا حالا کردیم. خونه داره اشاره میکنه به بستر تعامل اجتماعی خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه. ایرانی بودنش مستقیم داره اشاره میکنه به در واقع زمینه‌ای که این معماری داره توش اتفاق میفته و معاصر بودنش هم داره اشاره میکنه به زمانه و اهمیت بهنگام بودن این معماری که داره اتفاق میفته. الان که دیگه فرصت گسترش افقی خونه‌ها نیست، ناچار به توسعه اونها در ارتفاع یعنی آپارتمان سازی هستیم و این خانه ایرانی معاصر را یک جاهای اون بالاها احتمالاً باید جستجو کنیم. حالا فقط تو نگاهشون همیشه این بود که اگه ناچار شدیم به بالا خونه معاصر رو جستجو کنیم، یه چیزی رو اون پایین جا نذاریم. حیاتو، اون حیاتیو که به خونه زندگی میداد و به زندگی معنا. هندسه توی اون منظم میشد و نور از اون به خونه میتابید. فصلها با اون به خونه می اومدند و گذر زمان با اون فهم میشد. بچگی اونجا زیست میشد و فرد خودشو اونجا پیدا میکرد. جمع دور اون جمع بود و خانواده اونجا معنا میشد. خب تا اینجا گفتیم که اون بعد معماری که برای بابا ارزشمند بوده احتمالاً فقط مصداق نبوده، بلکه اون الگویی بوده که در پس این مصداق بوده و بعد از در واقع اون الگو اون مبانی و مفاهیم بوده که
داشته این موضوع رو پشتیبانی میکرده. حالا اگر ما بخوایم در واقع پلی بزنیم به پروژه هایی که تا حالا طراحی کردن و ببینیم چقدر میتونیم این صحبتامون رو خط و ربطش رو توی این پروژه ها در واقع به آزمون بذاریم، یه توضیح بدم. عمدتاً این پروژه ها، یعنی همشون این 4 تا پروژه توی دهه 70 طراحی شده، یعنی شروع دهه 70 تا انتهای دهه 70. حالا ساختش ممکنه یه کمی بعدتر اتفاق افتاده باشه. ما 4 تا پروژه‌ای هم که انتخاب کردیم، هر 4 تا پروژه جزو پروژه‌های احتمالاً کمتر دیده شده بوده و عمدتاً در قالب مشاور نبوده. یه نکته‌ای که من اشاره کنم، علتی که ما این پروژه ها رو انتخاب کردیم این بوده که ما تقریبا تو همه این پروژه ها خودمون کاربر اصلیش بودیم، یا اینکه به نوعی با کاربرش بی‌واسطه در ارتباط بودیم و این کمک میکرد که واقعا حس اون فضا رو بگیریم و ببینیم که این فضا در بازه زمان هم آیا پاسخگو به اون اتفاقاتی که میافتاده در بازه زمان بوده یا نه، یعنی تونسته همگام با نیازهای زمانه خودش باز هم تغییر در فرسایش چه اتفاقی براش افتاده. اولین پروژه‌ای که می‌خوایم با هم راجع بهش صحبت کنیم خونه گلشن. قصه خونه گلشن از اونجایی شروع میشه که وقتی فرصت زندگی خانواری حول اون حیات زنده میانی از دست رفته و قراره به ارتفاع بیایم، پروژه رو به سمت آپارتمان خونه‌واری بست بدیم. یعنی الان به جای پلان داریم برش میبینیم و خونه ها رو روی هم در مقطع داریم سوار میکنیم. ولی حواسمون بوده حالا که ناچار شدیم بیایم به ارتفاع، حیات رو اون پایین جا نذاریم. حیات، فضای باز و آسمونو. و اینجوری بوده که ما توی خونه گلشن در واقع با پدر بزرگ و عمو و عمه همسایه شدیم. خب حالا یکم نزدیکتر پروژه گلشن رو بررسی کنیم. این پروژه اواخر دهه 70 طراحی شده. موضوعی که تو این پروژه بود این بود که گفتیم که بابا دنبال این بودن که اون خونه معاصر ایرانی رو پیدا بکنن، یکی از و حیات رو اون پایین جا نذارن. حیات خب نقشای مختلفی تو خونه ایرانی داشته. یکی از نقشایی که داشته این بوده که سازمان دهنده خانواده گسترده ایرانی بوده و خانواده گسترده ایرانی دور این حیات سازماندهی می شدن. اما الان که دیگه فرصت اون گسترش افقی نیست، بابا این گسترش رو توی ارتفاع دادن. یعنی اینکه این خانواده ها این تراساشون با یک کمی لغزش روی همدیگه توی مقطع داره به همدیگه به سهمی از آسمون و نور و فضای سبز رو به هم هدیه میدن. و مثلا من حالا یک کمی شنیدم، خودم که تو اون دوران زندگی نکردم ولی تو این فیلم ها دیدیم، مثلا وقتی حیات مرکزی های قدیم رو میخوان تعریف کنن میگن آقا این بابا بزرگه نشسته تو روی این تختای قدیمی و بعد مثلا بچه ها و نوا اینا دور اون حوزه و تو اون حیات راه میرن و بازی میکنن و این داستانه. حالا ما این اصلا اون که مال این زمانه نیست و ما نمیتونیم اینو به این دوران بیاریم، ولی مثلا به هنگام سازیش اینجوری بود که من یادمه پدر بزرگم بعد از ظهر می اومدن توی این حیات وا میستادن و نوار یکی یکی شروع میکردن به صدا کردن و هر کی از این نواها که روی این حیاتا بود یا این که مثلا فضاهای نزدیک به این حیاتا بود و صدا رو میشنید سری می اومد روی این حیاتا وا میستاد و با توجه به اینکه اینا هم یه کمی نسبت به همدیگه عقب نشینی داشتن و یه جاهای این تراسا 2 طبقه میشد، مثلا تو این واحد ارتفاع یه دفعه دوبله میشد، این تعامله شکل میگرفت. خب اول نواها با بزرگ و بعد با همدیگه و یه چند دقیقه‌ای واقعا 3-4 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای، خب این مقیاسش با سرعت زندگی نمیشه مثل اون قدیم باشه، ولی همینم باز دوباره یه انگار برگشتی و یه مثلا حالا نمیخوام از این کلام تاچی مثلا بکنه خانواده همو و دوباره برگرده عقب. بنابراین این قصه ما اون معاصر سازی که داریم میگیم انگار این پلانه اینجوری اومد بالا و اون خانواده که دور اون حیات تو پلان بودن حالا دور این حیات تو مقطع دارن سازماندهی میشن. اینم مثلا یه نما از این جریانی که براتون توضیح دادم. این پروژه توی سال 70 و اواخر دهه 70 طراحیش تموم شده.
خب حالا اگر بخوایم خیلی گذرا به برنامه فیزیکی این پروژه بپردازیم، در تراز همکف طبیعتاً منزل پدر بزرگ بود. یک فضای اجتماعی به عنوان کتابخونه داشتیم اینجا که حالا برمیگردیم بهش اشاره میکنیم. طبقه اول خونه عمو، طبقه دوم ما، طبقه سوم خونه عمه و مجدد یک فضای مشترکی توی تراز در واقع نزدیک به خط آسمان استخر و فضای ورزشی داشتیم. دوباره داره همون صحبتایی که گفتیم پشتیبانی میشه، یعنی بابا معتقد بودن اگر مثلا هر کسی 15 متر 20 متر از خونه‌شو بده بعد میتونیم به یک کیفیت‌هایی برسیم که تا قبل از این وجود نداشته. اینم تو پرانتز بگم، یعنی علاوه بر کتابخونه و در واقع استخر و فضای ورزش که به عنوان فضای جمعی و اجتماعی این خونه طراحی شده بود، ذاتاً پلان طبقه همکف که منزل پدر بزرگ بود اون هم یک جایگاه و پایگاه اجتماعی محسوب میشد، یعنی بارها به عنوان فضای جمع شدن داشت عمل میکرد که طبیعتاً این روی پلانش هم داشت تاثیر میذاشت. خب من در قالب یک خاطره باز یه نکته خیلی خیلی مهم تو این خونه رو بگم. خب همه ما دوست داریم که یک به علاوه یکمون مثلا 2 نشه 3 بشه، خب این که یه چیز مشخصیه، ولی خب خیلی وقتا این نمیشه. چرا؟ چون این کنار هم قرار دادن مثلا یه پدر بزرگ با یک مثلا جوون 17-18 ساله، خب اصلا این کار سختیه. این که این مناسباتش رو تنظیم بکنیم کار سختیه. اینجا این حساسیت وجود داشت. حالا چی کار کردن؟ من پدر بزرگم اهل شعر و ادب بودن و یه مقداری کتاب داشتن و کتابخونه‌ای داشتن و این کتابخونه هم در اختیار نوه‌ها بود که بیان از این کتاب‌ها استفاده کنن. کاری که مثلا شده بود این بود که این کتابخونه که توی این تراز بود میزشون رو گذاشته بودن روبروی این در کتابخونه و در کتابخونه هم روبروی در ورودی ساختمون بود. این در هم همیشه باز بود، در کتابخونه. تا در خونه باز میشد با بزرگ میگفتن سلام و هر کی که از در میومد یه بار یه چند دقیقه در حد 2-3 دقیقه با بزرگ یه سلام علیکم که میکرد، اون آتش نیاز به رابطه با نوه ها و عروس و دوماد برطرف میشد و بعد اون نگرانی از این که اون حریم خانواده تو خونه حفظ نشه برطرف میشد. یعنی همینجوری به خیلی از ماها بگیم آقا یه خونه خانواری، میگیم نه اصلا نمیشه. مگه میشه؟ اصلا من خانومم قبول نمیکنه، اون یکی میگه من شوهرم قبول نمیکنه. این که فرهاد گفت خیلی وقتا مثلا وقتی میخوایم یک رو با یک جمع کنیم مثلا میبینیم جواب شده 25 صدم. آره در واقع همون جایی هستش که همون حالت قبل رو هم نداریم، چه برسه به اون موضوع افزوده و این اهمیتش در واقع همین موضوعی که داره توضیح میده رو نشون میده. خب راجع به این موضوع که با هم صحبت کردیم، یکم بریم دقیق تر بشیم روی یکی از پلان‌های پروژه و ببینیم که میتونیم یک کمی این موضوع معاصرسازی حیاتی که خیلی هم روش حساس بودیم رو که دیدیم یکی از کارکرداش رو توی مقطع تونستیم زنده بکنیم، آیا میتونیم بقیه کارکرداش رو هم یک کمی مثلا امروزی کنیم؟ یکی دیگه از کارکردهای خیلی مهم حیات دیروز قلب تپنده خونه بوده. اصلا زندگی از اونجا شروع می شده، خونه از اونجا شروع می شده، نور از اونجا به خونه می تابیده. اصلا اعتبار بقیه فضاها به میزان نزدیکیشون به این فضا بوده. بنابراین چیدن فضاها هم احتمالاً از همین جاهاست. ببینیم بابا چجوری سعی کردن که اون فرایند معاصرسازی توی این پلانا اتفاق بیفته. خب من اگر بخوام در واقع این پلان خونه خودمون رو خدمتتون توضیح بدم، احتمالاً از اون فضای شروع میکنم که به قول بابا اونجا فضای زندگی بوده و توی فضای زندگی دوباره به قول فرهاد از اون قلب تپنده شروع میکنم، یعنی همین حیات در ارتفاع یا تراس که در ارتباط با 3 تا فضای دیگه‌ای بوده که این در واقع این 4 تا فضا رو شامل تراس یا نشیمن تابستان نشین، نشیمن سایر فصول، آشپزخونه و اتاق. این ترکیب این 4 تا فضا رو ما تو پلان‌های بعدی هم مجدد بارها خواهیم دید. یک بار اینجا یک کمی دقیق‌تر بهش می‌پردازیم. 2 تا ویژگی داشته.
یکی این که این اتاقی که در واقع اینجا قرار گرفته، قبلش این توضیح رو بدم، الان ساختمون داره از سمت در واقع شرق و سمت جنوب نور میگیره، اونور ما همسایه داریم، اون سمت هم حیاط شمالی همسایه هستش، یعنی ما از دو سمت امکان نورگیری رو داشتیم و این احتمالاً کنج خونه هستش. ویژگی که این اتاق در ارتباط با این سه تا فضای دیگه داشته اینه که اسمش رو نمیذاریم فعلا اتاق خواب، میتونه کاربری‌ها و عملکردهای مختلفی و به اقتضای خونه و خانواده‌ای که داره واسش طراحی میشه بگیره. یک جاهایی میشه فضای کار، یک جایی میشه فضای ورزش، یک جاهایی میشه مثلا کتابخونه و غیره. و موضوع دیگه اینه که دوباره با اون رویکرد اجتماعی که با نگاه اجتماعی که به انسان داشتند، حالا وقتی میخوایم اینو بیاریم تو مقیاس خونه و خانواده، احتمالاً با اهمیت ترین فضا یا احتمالاً اون فضایی که آدم‌ها قرار توش زندگی کنن دوباره میاد تعریف میشه مثلا در ارتباط با همین تراسه و فضای مثلا نشیمن، یعنی باز هم داره به عنوان یک فضای جمعی خانواده این موضوع تکرار میشه و به عبارتی هر چقدر فضاها داره اعتبار بیشتری باشن میان هی نزدیک میشن به اون نور خوب و تهویه خوب و منظر خوب و داستانهایی از این قبیل. خب احتمالاً دیدیم که چطور این فرایند معاصرسازی اتفاق افتاد و در واقع اون قلب تپنده خونه دیروز چطور اومده و به فضاهای داخلی داره اعتبار میده. یه اتفاق دیگه یکم بیایم حالا بریم داخل پلان. یه اتفاق دیگه ای که به صورت متداول این خونه اسکیلش تقریبا حدود 300 متر 350 متری تصور کنید. خونه های این فرمی رو که وقتی الان تو ذهنمون میاد غالبا وقتی وارد میشیم پذیراهی ها معمولا اون پنجره های بزرگ و پرنور و روشن و خب نشیمن ها یه جاهای اون وسط ها به هر حال اتفاق میفته دیگه. اما توی نگاه بابا به دلیل اینکه این حوزه زندگی بود و اصلا خونه داره میاد که تعاملات اجتماعی خانواده توش اتفاق بیفته، بنابراین اینا اینجا سازماندهی شده و مهمون که قطعا جایگاهش هم مهمه، ولی خب یه بار دو بار سه بار 10 بار در سال میخواد بیاد و از این فضا استفاده کنه و غالبا هم شب میاد از پنجره‌های قدی که به واسطه این تراس از این نورگیر داره هم نور میگیره هم تهویه میگیره، داره به این شکل در واقع سازماندهی میشه. ولی دیگه نور شماله، یعنی اون نور جنوب که خیلی وقتا دوست داریم مثلا مهمونخونه لبه ساختمون قرار بگیره، این اتفاق اینجا نیفتاده. ولی به جاش یه پرسپکتیو تک نقطه‌ای ردیف داریم تا انتها که این مثلا دید این حیاته رو هم داره و این محور رو داره. حالا به واسطه این مبلمان مثلا یک کمی شکوندیمش. حالا اگه بخوایم نگاه کنیم این زندگی از تو این حیاته که میخواد بره توی خونه، یک کمی هم تصویر رنگاش به هم ریخته است البته و خب لگم که داره. اینا رو شما پیوسته تصور کنید. اون پلک بزنید خب اینم که دیگه کار نمیکنه. خیلی من برم نه آها ببینید این اتفاقی که داریم میگیم یعنی پذیرایی بنا نیست فضا بی‌کیفیتی باشه، اتفاقا یه پرسپکتیو یک نقطه‌ای داره و این قرار گرفتن حوزه ناهارخوری به واسطه این که مبلمانش یک مبلمان بلند هست و از اون ور اتفاقا معمولا ما یه لوستر یا یک سقف کاذبی میایم پایین‌تر، تونسته تناسبات کشیده اون پلان رو بشکونه و این فضا آزاردهنده هم نباشه اتفاقا. خب خیلی سریع بریم یه فضای دیگه هم خدمتتون توضیح بدم. ما گفتیم که از نگاه بابا خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی هستش، ولی تو خونه و خانواده ما قبل از اینکه به این نهاد برسیم دو تا زیرنهاد دیگه هم داشتیم تحت عنوان زیرنهاد فرزندان و والدین. این یعنی اینکه احتمالاً وقتی بخوایم بیایم برسیم به پلان، جانمایی در واقع حوزه اتاق خواب والدین از فرزندان میتونه جدا بشه. پس این یعنی اینکه این میشه اتاق مثلا فرزندان حوزه اتاق خوابش، اونم میشه اتاق
والدین اینا از هم دور هستن، البته هرچند که یک دسترسی کوتاه هم نسبت به هم دارن. موضوع دیگه که تو این پلان جالب هست، دوباره با رویکرد اجتماعی که مهندس باقرزاده داشتن، احتمالاً اگر الان مثلا به من میگفتن که یه خونه مثلا 3 تا فرزند هستش واسهشون طراحی کنیم، به تعداد فرزندا اتاق خواب میذاشتیم. ولی دوباره با این رویکرد که اگر این منافع به اشتراک گذاشته بشه میتونیم به ارزش‌های در واقع جدید و افزوده برسیم. بابا کاری که کردن اینه که این 3 تا فضای خواب رو تو این اتاق بزرگ با همدیگه ترکیب کردن. حالا من و فرهاد دوقلو بودیم و همسن، فرشاد هم داداش دیگمون. شاید اگه این صورت مسئله میخواست توی خونه دیگه اتفاق بیفته، به 10 جور دیگه هم میتونست بهش جواب بدیم. ولی به اقتضای شرایط فعلی هر کدوم از ماها اون در واقع فضای خواب و استراحتمون رو داشتیم. علاوه بر این یک فضای مثلا نشیمنی داشتیم و یک تلویزیونی داشتیم و یک آبدارخونه‌ای داشتیم و یک کمی هم فضا اضافه اومده بود. به قول خودشون یه تعداد لوله روی سقف آویزون کرده بودن که هر وقت ما انرژی اضافه داشتیم مثلا از اونا آویزون بشیم. یعنی یک امکاناتی که واسه ما به عنوان مثلا جوان و نوجوان میتونست جذاب باشه. همه اینا به کنار، بعد مثلا یک فضایی دوباره اضافه اومده بود. این همون ترکیب 3 تا اتاق خوابمونه ها، یعنی به لحاظ سرانه اتفاق دیگه ای نیفتاده. بعد یک فضای دیگه اضافه اومده بود که شده بود کتابخونه، و این مثلا فضای کار تونستیم به عنوان فضای کار تو پاندمی ازش استفاده کنیم که خب اینم یه موضوع جالبی. من یه نکته 2 تا موضوع بگم. یکی این که تو پاندمی یه خاصیت دیگه هم که داشت، مثلا 2 نفر تو این خونه کرونا داشتن، برادرم و مادرم، و این تراس خیلی کمک میکرد چون این 2 تا فضا سرویس های کامل خودشون رو داشتن. این 2 تا فضا پنجره ها رو میتونستن، درا رو میتونستن باز بزنن و از اینجا با هم در ارتباط باشن و این فضا به دورکاری کمک میکرد. یه موضوع دیگه این که اصلا این اتاق چرا اینجوری طراحی شد. این اتاق که داشت طراحی میشد، من و فرزاد حدود 12-13 سالمون بود و خب تو این سن با هم دیگه کشتی زیاد میگرفتیم دیگه، حالا خودتون ترجمهش کنید. بعد بابا 2 تا راه حل داشتن. یکی این که بیان خیلی ساده به قول فرزاد اینجا تیغه بکشن 3 تا اتاق اینجا، اینم که خواب مهمان و اونم که خواب مستر. یه راه این بود. یه راه دیگه این که اگه من و فرزاد نتونیم 2 تا برادر با فرهنگ مشابه، با سن و سال مشابه، یاد نگیریم که مشکلاتمون رو با هم حل بکنیم، به ادبیات مشترک برسیم، اگه یاد نگیریم گفتگو بکنیم، اگه یاد نگیریم که دعوا بکنیم و بعد دعوا دوباره بتونیم با هم حرف بزنیم، قطعا نمیتونیم بعداً تو جامعه دعوا بکنیم و بعد دوباره بشینیم سر پای یک میز مذاکره. بنابراین تصمیم گرفتن که به ما این فرصت رو بدن که جامعه کوچیکتر خودمون رو داشته باشیم و اونجا این تجربه رو داشته باشیم. خب حالا من خیلی سریع خاطره هم بگم از اینجا. این موضوعی که دارم بهتون میگم اون بابا هیچ وقت به خود ما نگفتن. ما 1-2 سال بعد از اینکه ایشون فوت کرده بودن از زبون یکی از دانشجوهاشون بعدها شنیدیم که ظاهرا مثلا 6 ماه که ما تو این اتاق ساکن شده بودیم و یک کمی مثلا موضوعات مدیریت شده بود، بابا سر احتمالاً یکی از کلاس‌های مبانی نظری، شاید هم طرح 5شون، گفته بودن که من بالاخره تونستم فرهاد فرزاد و مثلا توی یک فضا کنار هم درست بشونم و موضوعاتشون برطرف بشن، و اگر این کارو نمی‌کردم احتمالاً یک سرنوشتی مشابه مثلا هابیل و قابیل و مثلا اون بیل و اینا داستان اینجوری اتفاق می‌افتاد. این یعنی اینکه واقعاً بعضی جاها این فضای معماری، این رفتارسازی که بهش اشاره کردیم اگر درست عمل کنه و به اون ارزش افزوده‌ای که روش تاکید داریم در واقع برسه، خب میتونه خیلی از موضوعات رو همراه و حل کنه. خب خونه صحبت یه نکته جالبی که بود این بود که بابا توی معماریشون به محورها خیلی اهمیت میدادن و سعی میکردن همیشه محورها به سمت حیات جهتگیری کنه، به خصوص اگه به اون محور میخواستن اعتبار بدن که خب این محور اتاق خواب ما بود. اون موضوعی که اول گفتیم، حالا دوباره میتونیم شخصیت این خونه رو ببینیم. اگه این خونه الان این شکلیه، احتمالاً حالا میتونیم بفهمیم چرا این شکلیه. اصلا ما دنبال این نبودیم که تراس 2 طبقه بدیم، یکی بیاد جلو یکی بره، این شکلی شد. اصلا دنبال این نبودیم فیل هوا کنیم تو این پروژه. اصلا بابا میگفتن نباید فیل هوا کنیم تو این پروژه، تو خونه نباید فیل هوا کنیم، وگرنه آدمی که هر روز بره توی فضایی که فیل هوا شده، که خب این آدم که کج کج راه میره دیگه، این آدم نمیتونه صاف تو جامعهش راه بره. حالا
پروژه بعدی که براتون انتخاب کردیم پروژه مجموعه ویلای شاندیس هست که این کار مهندسی مشاور رهداد هستش. این پروژه ویژگی که داره در واقع توضیح میدم. من ادامه بدم. علتی که من این پروژه رو انتخاب کردم اینه که این پروژه ما صحبت کردیم از یه اتاق خواب که سعی کردیم توش جامعه تولید کنیم، یه آپارتمان که توش سعی کردیم جامعه خانوادگی تولید کنیم و حالا یک باغ خانوادگی. این در واقع اون تعمیم اون نگاه خانوادگی حالا به یک باغ هستش. ما صرفا این موضوع رو روش توضیح میدیم و برمیگردیم، چون اصلا موضوع در واقع ارائه ما آپارتمان مسکونی هست و موضوع ویلایی نیستش. اتفاقی که اینجا افتاده همه ما انگارمون از باغ مثلا یک زمین 1000 متری 2000 متری ایناست که احتمالاً دورش دیوار و اگه خیلی زمین مرغوب باشه مثلا انشعاب آب و برق و گاز هم داره، یک سرایه‌دار هم واسش گذاشتیم. اتفاق جالبی که اینجا افتاده اینه که به جای اینکه هر کدوممون یک زمین 2000 متری داشته باشیم 18 تا خانواده اومدن کنار هم و یک باغ یک پارچه رو شکل دادن. نکتهش اینه که 18 تا یک الزاماً شاید به خود 18 هم نرسه مگر اینکه درست برنامه ریزی بشه. توضیح این که همه اینا تو یک لایه‌ای با هم خانواده هستیم ولی نمیتونیم انتظار داشته باشیم 18 تا خانواده رو بریزیم توی یک ظرف بعد بگیم حالا مثلا شما با هم خوب و خوش باشین آخر هفته هم دعواتون نشه. موضوعی که سازماندهی در واقع این موضوعات جالب بود توش اینه که تو 3 لایه اومده تقسیم بندی شده. یعنی اول اون 18 تا خانواده به 3 تا 6 تایی تقسیم شدن و بعد اون 3 تا هر 6 تاش اومده باز به 3 تا 2 تا در واقع تقسیم شده و این یعنی اینکه اگر ما با 18 نفر نمیتونیم همسایه باشیم یک دونه همسایه دیوار به دیوار میتونیم تو این 18 نفر پیدا کنیم که با این دیگه خیلی خوبی ما حاضریم دیوارامون با هم دیگه یکی باشه. و بعد فضاهای جمعی هم توی در واقع این موضوع به همین شکل تولید شده. یعنی هر 2 تا خونه با هم یک فضای باز جمعی دارن، هر 6 تا واحد ویلا با هم دیگه یک دونه در واقع فضای جمعی بزرگتر دارن و کل باغ هم یک فضای جمعی خیلی بزرگ داره. یعنی تو لایه‌های مختلف میتونه مراودات اجتماعی داشته باشه. نکته جالبش هم این بود که تو هر سنی وقتی میرفتیم اونجا از پدر بزرگ من تا احتمالاً بچه من یک نفر همسن و سال خودمون اونجا پیدا میشد در آن واحد با فرهنگ نزدیک به حالا هر فرهنگی که هست، یعنی از یک خانواده و آدما اصلاً تو این فضا در واقع تنها نبودن و کاملاً کارکرد و رویکرد اجتماعی یه نکته اینجا وجود داره این که خب ما از این تیپ شهرک سازی ها اصطلاحاً خب داریم ولی یه تفاوت خیلی مهم داره. اینا همه با هم فامیلن، حالا نه فامیل درجه یک ولی با هم فامیلن. یعنی اون نگرانی هایی که حالا توی اون شهرک ها هستش که حالا این الان با همسایه کدوم همسایه است، الان تو اون محوطه چه اتفاقی داره میفته، اینجا اصلا این اتفاقا نبود. یعنی خیال همه راحت که بچه‌ها تو جمع خانواده دارن در واقع ارتباط برقرار میکنن. حالا من فکر میکنم اینم یک کمی دیگه باتریش آخراشه، اگر به من کمک کنید. حالا من درست این بار رو دیگه کمکمون کرد. اگر بخوایم یکی از این ویلاها رو بررسی کنیم، این ویلا هم دوباره همون نگاه داره. یعنی این ویلاها اتاق خواب نداشتن، چون اصلا بنا نبود بیایم تو ویلا بریم تو اتاقمون، که این ویلاها یه فضای نیمه خصوصی نهایتاً داشتن، فضای عمومی، فضای نیمه عمومی و فضای نیمه خصوصی. به فضای خصوصی در واقع نمی‌رسیدن و یک امکان کانکت هم بین این دوتا ویلا وجود داشت که بتونن در واقع اینا در کنار همدیگه قرار بگیرن. این در واقع یکی از اون فضاهاییه که راجبش صحبت می‌کردیم و یه مسیر مثلا اون پایین وجود داره، یه مسیر این بالا وجود داره، عذرخواهی می‌کنم، پایین و بالا که تو 2 تا تراز مختلف است که تداخل حرکتی با این فضایی که اینها نشستن نداشته باشیم. خب پروژه بعدی که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم خونه ویلا هستش. خونه ویلا هم از این بابت داریم راجبش صحبت می‌کنیم که خونه هستش، آپارتمان نیستش. اما از این بابت داریم صحبت می‌کنیم، یه اشاره فرشاد کرد توی ویدیوش که پروژه در بازه زمان هم باید دیده باشه. حالا مثال پاندمی رو زد، اینجا یه ویژگی دیگه‌ای داره بعدمون نیومد که راجبش صحبت کنیم. دوباره مشابه اون الگوی حیات و تراس و در واقع اون 4 تا فضا اینجا دقیقاً اتفاق افتاده، فقط با این تفاوت که احتمالاً چون که اون موقع بابا یک پیشبینی از تراکم پذیری آتی این فضاها داشتن، این تراس رو به جای اینکه بیان در جداره قرار بدن بردن
در میانه ساختمون و خونه که این باعث شده الان که بعد از 30 سال دور تا دور ساخته شده و تراکم گرفته و در واقع به فضاها مشرف هستش، همچنان این حیات میانی کاملا قابل استفاده باشه و دوباره برمیگردیم به اون 4 تا فضا، یعنی نشیمن تابستانه، نشیمن زمستانه، آشپزخونه و یک دونه اتاق خواب. اینا تصاویر از داخل پروژه هستش و این تقریبا مربوط به اوایل دهه، یعنی اول دهه 70 هست این پروژه. و حالا این تصویر رو اصلا به این دلیل گذاشتیم که اگر جانمایی تراس و جانمایی اون حیات میانه درست انتخاب نمیشد، احتمالاً مشابه همین جداره‌ای که داره مثلا حفاظ بهش آویزون میشه، اون هم سرنوشت مشابهی داشت، چه برسه به این که بخواد حتی تو تصاویر هیچ وقت اون پردهه بخواد کشیده نباشه و کاملا محرم و پاسخگو جواب بده. پروژه بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم پروژه ناصر خسرو هستش. خب این پروژه هم در واقع طراحیش مال اواخر دهه 70 هست. بخوام ترکیبش رو بگم، این پروژه در واقع عموم توش زندگی میکنن و یکی از دوستان خیلی صمیمیشون، در واقع 2 واحدی هستش که هر کدومشون دوبلکس هستش. اسکیل این واحد 2 واحدی، اگه مثلا اون خونه ها رو خونه خودمون و خونه حیات مرکزی بگیریم، فرض کنید این خونه ای که حیات اندرونی بیرونی داره توی اون مقیاس و بخوایم ببینیم اون الگو چطور معاصر سازی شده. تراز پایین تراز در واقع فضای خصوصی هست، فضای زندگی هستش و حیات اصلی اینجا سازماندهی شده، حالا با اون الگویی که بعد توضیح میدم خدمتتون. و تراز بالا یا اون تراز بیرونی هستش که مهمون خونه و حالا سویت مهمان و اتفاقات دیگه اینجا داره رخ میده. و چون ما از حیات بیرونی احتمالا انتظار خیلی زیادی نداریم، بیشتر بحث منظر هستش، یه عقب نشینی جدی داره که حیات درونیمون در واقع نور و بارون و آفتاب و برف و همه اتفاقات رو در درون خودش داشته باشه و با یه پله گرد حیات اندرونیمون به حیات بیرونیمون وصل میشه. البته ارتباط داخل پروژه هم خب وجود داره. اما بریم به اون تراز اصلی که مورد صحبت ما هست، یعنی فضای زندگی و الگوی فضای زندگی. ببینیم آیا اینجا هم داره دوباره تکرار میشه. دو تا رفت عکسشون، فیلمشون برنگردونید اینو. خیلی حالا اینو ببینیم بعد. جالبه که این زمین یک زمین در واقع جنوبی هست. خیلی وقتا ما خودمون فکر میکنیم مثلا احتمالاً شاید خیلی مرغوب نباشه، ولی میبینیم چجوری اون حیات داره نقش خودش رو ایفا میکنه. میشه برگردونید عقب؟ این اصلا رفت است. آها خب من رو همون یک اسلاید اگه برگردیم عقب شاید من بتونم همونجا توضیح بدم. رو همین دیاگرام. خب من رو همین دیاگرام توضیح میدم. این فضای زندگی دوباره همینجا شکل گرفته، یعنی در که باز میشه شما مواجه میشین همون تصویری که دیدید، مواجه میشید. ببینید این چون این خونه در واقع 2 واحد هست و این طبقه فقط متعلق به عمو هست، این پله یه جورایی همون دالان قدیم که اون فضای تاریک هست و برای ما تداعی میکنه. و بعد وقتی که در باز میشه، ما عمدن ویدیویی که گذاشتیم ویدیویی که در باز میشه، یه دفعه شما با دنیایی از نور و سرسبزی و زندگی مواجه میشید که همون کارکرد در واقع حیاتو داشته. و بعد این فضای زندگی، فضای کار عمو که دیدید انتهای فیلم بود و فضای در واقع بچه‌ها که تلویزیون نگاه میکردن
و فضای میز کار و صبحانه خوری که در اون انتها قرار داشت. این الگو پس می‌بینیم باز اینجا هم معاصر سازی شده. حالا این ویدیو رو که دیدیم یه بار دیگه ببینیم میتونیم رد بشیم بریم از روش انشالله. بله، حالا من دوباره فضاها رو توضیح بدم. این اون فضای صبحانه خوری که عرض کردم که یکم میز کارم هست. این در واقع فضای نشیمن هست. همه فضاها با تراس طبیعتاً در ارتباط هستن. اونور اتاق خواب هستش که با تراس در ارتباطه. اینم که نشیمنه و اینم میز کار و کتابخونه هست که باز به نوعی با این فضای زندگی خونه در ارتباط هستش. و اینم حوزه خواب والدین، اونورم که حوزه خواب دوم. خب بریم ببینیم بقیه اسلایدهای ما هست یا نه. من یه توضیحی بدم چون از حوصله جمع خارجه. بابا غالبا کارشون در مقیاس مشاور بوده و مقیاس مشاور آپارتمان خیلی کم طراحی میکنه و خب پروژه هاشون رو ما نمیتونستیم اینجا ارائه بدیم چون تاکید شده بود که موضوع آپارتمان مسکونی هست. اما این الگوها مقیاس پذیرن، یعنی این الگوها رو ما وقتی بررسی میکردیم حتی تو خونه گلشن با یه گودال باغچه توی خونه سرایداری تو اسکیل مثلا 60 متری 70 متری هم وجود داشته. توی مجتمع مسکونی گلبهار هم توی تیپ‌های خیلی متفاوتی این ورودی از توی حیاط بیاد، یعنی این آپارتمان بره تو ارتفاع، ورودی مستقیم بیاد تو اون حیاطه. به شکل‌های مختلف این الگو تکرار پذیر هست و مقیاس پذیر هست. بنابراین به صورت مشخص مهندس باقرزاده سعی کردن که اون الگوی فضای زندگی که دلیلش رو هم گفتیم، یعنی یک مبانی نظریه مشخص داشت رو بیان و توی معماری خودشون مشخصاً بس بدن. اما یه سوالی این وسط هستش، نقش پررنگ خانواده اینجا چیه؟ چرا اتاق طراحی میکردن؟ باز دوباره همه رو کنار هم میذاشتن. خونه طراحی میکردن، میگفتن باید فضای زندگی داشته باشه. آپارتمان طراحی میکردن، میگفتن باید خانواری باشه. باغ طراحی میکردن، میگفتن باید خانواری باشه. به نظر میرسه بابا معتقد بودن وقتی یه جامعه دچار بحران فرهنگی و اجتماعی میشه که اون روزا بابا نشونه‌هایی از این موضوع رو جلو میدیدن و خب امروز درد مشترک خیلیامونه، خیلیا داریم این موضوع و این فشار رو لمس میکنیم. کارکرد خانواده به عنوان یک جامعه کوچیک خیلی پررنگ‌تر میشه و میتونه با تولید یک خرد فرهنگ از اعضای خودش در مقابل اون فرهنگ عام به هم ریخته محافظت کنه. حالا خواهش میکنم یک بار دیگه به اون صحبت‌های اول جلسه با هم دیگه گوش کنیم. حالا شاید یه بار دیگه به اون صحبت‌ها گوش کنیم، یه دریافت دیگه ای داشته باشیم. اگه باشیم به ما کمک کنه. ما جوانات به خصوص مثلا این بحث بحران هویت نمیدونم این داستانا اصلا دخلی با شما نداره، هیچ نگرانش نیستید. من بحث فرهنگ سازی، عوامل فرهنگ سازی، تحول فرهنگی، توسعه پایدار فرهنگی، به نظرم اگر در باب هویت درست فکر بکنیم دچار یک بحران هستیم. و این وسط ما موندیم که چی هستیم. یعنی من اسمم ناصره، فامیلم باقرزاده است، اهل مشهدم، متولد مثلا اینجا هستم، ولی نشانه هایی که از خودم بروز میدم یک نمادهایی رو داره نشون میده که یک دروغ بزرگ. در واقع بحران هویت ما اینجاها داره خودش رو نشون میده. نمیدونید متعلق به چه زمانه و متعلق به چه محیطی هستیم و آبشخورمون کدوم فرهنگه، ارزش‌هامون چی هست، رفتارهامون رو با چی تنظیم کنیم، این فیلترها چیا هستن که قرار فعالیت‌های ما رو به رفتار تبدیل بکنه. این فیلترها رو گم کردیم یا قاطی کردیم، بعضی از اینه کم اینا به هم ریخته است. و از اون طرف نمادهایی که دور و برمون می‌بینیم و نمادهایی که خودمون تولید می‌کنیم طبیعتاً دچار این سردرگمی. بارسترینش معماریمون. نگاه کنیم به معماریمون، ببینیم معماری ما چی داره میگه از ما. تاریخمون رو داره بیان میکنه، فرهنگمون رو داره بیان میکنه، شرایط محیطی امروزمون رو داره بیان میکنه، شهرمون رو داره بیان میکنه، جامعهمون رو داره بیان میکنه، امکانات، توانمندی‌ها و تکنولوژیمون رو داره بیان میکنه.
معماری هم به شدت دچار این سردرگمی‌است و نمیدونه سرچشمه‌هاش چی هستن، از کجا خط بگیره و به چه سمتی بره. و اینجا زمان مهمه، یعنی بجنبی درست در زمانی که هر روز این زمانه بسیار تعیین کننده. من حرفامو زدم دیگه، معلوم شد چیکار می‌خوایم بکنیم. حالا شما باید شروع کنید دیگه. متشکرم. مرسی.